آیا می‌دانید که در عصرهای 17 شامپان را همچون مواد جلودهنده برای کفش‌ها استفاده می‌بردند؟ و آیا می‌دانید که در ژاپن در چراغک راهنما هم رنگ سبز و هم رنگ کبود استفاده می‌شود؟ چرا؟ برای دانستن این و دیگر موردها با ما همراه باشید. آیا می‌دانید که چرا شکل بنان دائم کمان شکل یا مثل ابروست؟ زیرا بنان در جنگل‌های استوایی می‌روید و این باعث می‌شود که تحت نور زیادی آفتاب قرار گیرد و به این شکل درآید. تاریخ شیر با شکلات. این نوشاکی را یک عالم ایرلندی اختراع کرده است که به یامایکا سفر میکرد. وقتی از یامایکا برگشت از آنجا کاکائو یعنی شکلات را یافت و آن را همراه شیر یکجا کرد. از آن روز به این جانب همچون دارو استفاده می شود. اگر ما به شما بگوییم که اختراعکار یخماس چوبی یک طفل 11 ساله است، آیا باور میکنید؟ سال 1905 این طفل در داخل استکان یک پارچه از حلوا را قرار داد و چوبی را در داخل آن گذاشت. شاید فراموش کرد و در نتیجه خنکی یک شبه چوب به پارچه حلوا چسبید و این اختراع به میان آمد. در فیلم های تصویری بسیار دیده ایم که فیل ها می دوند، می جهند و می پرند، اما این کار در حقیقت غیر ممکن است، زیرا وزن فیل ها نه کم از 4 تن است و دیگر اینکه موشک های آنها قابلیت جهش را ندارند. آیا می دانید که تیمساح ها دو خیل می شوند، عادی و استوایی؟ تیمساح های عادی زبانشان را از دهانشان بیرون برآورده نمی توانند، زیرا آنها با زبانشان از سوراخی که برای نفس کشی است محافظت میکنند تا اینکه آب وارد آن نشود. به این واسطه مدت طولانی در زیر آب بوده می توانند. آیا می دانید که چرب یعنی ژیر در بدن شما هیچگاه از بین نمی رود و ورزش کردن این به معنای سوزاندن چرب نیست، بلکه ورزش باعث می شود که چرب های شما کوچک و خرد شوند و وقتی که شما ورزش نمی کنید باز حجم آنها کلانتر و بزرگتر می شوند. آیا شما در چراغک راهنما بار رنگ کبود را دیده اید؟ اگر نه پس به شما گفتنی هم که در ژاپن دیدن این چیز غیر ممکن نیست، زیرا رنگ سبز و کبود هر دو در زبان ژاپنی گرین می شوند و بعضی چراغک های راهنما به جای رنگ سبز رنگ کبود را دارند. چارلز داروین اولین شخصی است که پیشنهاد کرد که به کرسی ها چرخ اضافه کرده شوند تا اینکه آنها هنگام نشستن حرکت کنند. آیا می‌دانید که این جانور یعنی کرم باران یا خود بارانبارک دندان دارد و دندانهای او از موی انسان 100 برابر خردتر میباشند؟ با وجود این دندانهای او به نهایت با قوت هستند که در صنعت ساختن الماس از آن استفاده برده می شود. آیا می‌دانید که شامپان یک ماده جلودهنده برای کفش است و آدمان عصر 19 آریستوکراتیا شامپان را به همین مقصد استفاده می‌بردند؟ آیا می‌دانید که ترک‌ها می‌توانند مدت چند هفته بی سر زندگی کنند؟ یعنی اگر شما سر آنها را قطع هم کنید آنها زنده می‌مانند. آیا می‌دانید که در زمان حکمرانی ازتک‌ها در مکزیک قبیله مایاها به آنها به جای انداز که با پول و تنگه و طلا بدهند کاکائو می‌دادند؟ عالمانی که سگ را تحقیق کردند پی بردند که سگ به مقدار عقل یک کودک در خود عقل دارد. اگر شما برنامه آیا می‌دانید را تماشا کرده ایستادید و آموز ما را شنیده ایستادید پس معلوم می شود که شما از تلفن موبیلی استفاده میبرید. اما آیا شما فکر میکنید که در عصر امروزه ما و سال 2022 منطقه باشد که در آنجا از تلفن موبیلی استفاده نبرند و آن هم در ایالات متحده آمریکا که تکنیکای پیشرفته ترین دنیا را دارد؟ و
این منطقه در ایالات متحده آمریکا یافت می شود که به نام گرین بانک مشهور است و در آن رصدخانه و آزمایشگاه آسمانی وجود دارد. آیا می دانید که پوشیدن رنگ نارنجی در ملاقات کاری باعث می شود که شما در این ملاقات ناکام شوید، چون که رنگ نارنجی احساسات انسان را هیجان زده می کند و فکرهای او را دیگرگون می سازد. به همین خاطر اگر شما ملاقات کاری دارید، ما به شما پوشیدن رنگ کبود را توصیه می دهیم که در ملاقات کاری شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت.